استقبال هیئت قرقیزستان در ازبکستان در یک گذرگاه مرزی بین دو کشور. هیئت 130 نفری را در ولایت اندیجان روز 2 اکتبر آنگونه گرم و صمیمی پیشواز گرفتند که در یک دهه گذشته دیده نشده است. مهمانان قرقیز را به سیاحت اندیجان بردند، ضیافت دادند. استقبال گرمی هیئت قرقیزستان در ازبکستان همسایه را علامتی تغییر در مناسبت‌های پیچیده تاشکند با همسایه‌ها از جمله تاجیکستان می‌دانند. شهرت عبدالرحمنوف رئیس ولایت اندیجان به مهمانان قرقیز پیام شوکت میرزیایف رئیس جمهوری موقت را رساند که گفته است مهمانان را همچون اکا و اوکا پیشواز بگیرند. با گفته شهرت عبدالرحمنوف این روز آغاز تحکیم همکاری ها بین قرقیزستان و ازبکستان می شود. عین پیام شوکت میرزیایف را عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان به تاجیکستان آورد و گفت امیدوار است بعد تنفس طولانی در همکاری های دو طرفه کشورهای همسایه روابط نیک و حسنه به راه می مانند. او به تلویزیون های دولتی تاجیکستان گفت تاشکند می خواهد دو طرف همکاری های اقتصادی را در عرصه های گوناگون از سر بگیرند. جنجال و مناقشه در مرزهای علامت گذاری نشده، بحث های تند سری تقسیم ذخیره های آب در آسیای مرکزی در عهد اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان که در گذشت مناسبت های همسایه ها را اکثرا تیره نگه داشته است. با گفته نوآ تاکر تحلیلگر امور آسیای مرکزی، ظاهرا شوکت میرزیایف می‌خواهد مناسبت ها بهتر شوند. از نظر عملگرایانه و به خصوص از نظر مسئله کشاورزی، ازبکستان به خاطر اقتصاد برای آب و دیگر چیزها به همکاری با همسایه‌هایش احتیاج دارد. از بس که ازبکستان بیش از پیش در انزوا قرار می گرفت، این همکاری ها در یک 10 ساله گذشته یا بیشتر در بسیار حالتها صدمه دیدند. به قول کارشناس امریکایی، بهتر شدن مناسبات ازبکستان با تاجیکستان و قرقیزستان به نفع هر سه کشور به نفع رشد اقتصاد در منطقه های مرزی می شود و رنج را که به خصوص ساکنان ازبک تبار تاجیکستان و یا برعکس می کشیدند کم می کند. در دو طرفی مرز مردم بسیار زیادی هست که خانواده و خویش و تبار دارند، ولی سفرشان به قلمرو یکدیگر بسیار سخت و یا ناممکن بود. خانواده های زیادی هستند که نمی توانند با هم معاشرت کنند یا یک جای شوند. از نظر زندگی روزمره مهمترین چیز برایشان همین است و در صورت بهبود روابط باعث رضایت مردم هر دو طرف می شود. تغییر سیاست ازبکستان نسبت به همسایه ها در آسیای مرکزی بعد گذشت یک ماه از فوت اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق صورت می گیرد. او که 27 سال رهبری سیرحالی ترین کشور منطقه بود، در سن 78 سالگی بر اثر خونریزی مغزی درگذشت.